مخاطبان عزیز تیوی پلاس سلام. پرونده داماد افغان که در شب عروسیش به خانه پدرزنش حمله کرده و خواهرزن 13 سالش را ربوده و به عنوان عروس به خانه برده بود با دستور مسئولان دولت این کشور به صورت ویژه تحت بررسی قرار دارد. این مرد که ولایت خان نام دارد پس از 2 سال نامزدی با دختر 16 ساله‌ای به نام مروه در شب عروسی و در حالی که چند نفر از اعضای خانواده عروس و داماد در اتاق کناری استراحت می‌کردند با داد و فریاد بر سر عروس به او تهمت خیانت زد و بعد هم او را به باده کتک گرفت. داماد عصبانی سپس با همراهی 6 مرد مسلح به سمت خانه پدرزنش رفت و پس از تخریب لوازم خانه و دروغگو خواندن خانواده همسرش خواهرزنش را با زور و تهدید و به عنوان همسرش به خانه‌اش برد. اما عروس بخت برگشته که بیگناه مورد تهمت قرار گرفته بود با کمک اقوامش به خانه پدری بازگشت و شکایتی علیه داماد مطرح کرد. او در این شکایت مدعی شد شوهرش برخلاف قوانین شرعی و قانونی افغانستان بدون اینکه از او جدا شود خواهرش را به عنوان همسر به خانه برده است. شکایت عروس افغان و پدرش پس از 3 ماه به نتیجه رسید و ولایت خان که با وساطت بزرگان قوم و پس از چند ماه فرار خود را به پلیس معرفی کرده بود بازداشت شد. همچنین مولای افغان که خطبه عقد خواهر عروس را برای داماد دیوانه خوانده بود نیز بازداشت شد، اما در بازجویی‌ها ادعا کرده از ازدواج اول این مرد خبر نداشته. در حال حاضر با پیگیری خانواده دختران جوان مسئولان دولت افغانستان نیز وارد عمل شده و با دستور مستقیم آنها تلاش برای دستگیری 6 همدست ولایت خان که دختر 13 ساله را مسلحانه ربوده بودند ادامه دارد.